وقتی وارد پروژه جامعه هواداران میشیم و اتصال کیف پول رو با موفقیت به پایان میرسونیم، گزینه استاتوس رو که بزنیم وضعیت اون کیف پول متصل شده رو نمایش میده. به دو صورت هم نمایش میده. یک، گزینه اینفو داره که مخفف همون اینفورمیشن یا اطلاعات اون ولت متصل شده رو به طور کامل اعلام میکنه، نمایش میده. و یک ساختار درختی، ژنیالوژی یا درخت واره رو شروع میکنه نمایش دادن. فرض رو بر این میذاریم یک ولتی متصل شد و تفاوت سطرها و نسل‌ها هم همینجا در موردش صحبت میکنیم و به چه صورت متوجه بشیم که با توجه به تغییر نرخ یا ارزش توکن اتر در زمانهای مختلف به چه صورت متوجه بشیم چگونه ما اون $40 رو درآمدمون رو کسب کردیم این ولت و بتونیم ارتقا بدیم. وقتی گزینه استاتوس رو میزنیم یک کادری ابتدا داره که مشخص کرده میزان درآمد این ولت به صورت اتر و موجودی اترش، بالانسش و تاریخ ثبتش. سررسیدش هم نشون میده که اشتراک سالانه این ولت یا سررسید دوره 1 ساله این ولت متصل شده در تاریخ فلان به پایان میرسه. یک گزینه‌ای کنار این سطر وجود داره به نام رنیو که 1 ماه قبل از تاریخ سررسید اون اشتراک و ثبت آبی رنگ میشه. تو این 1 ماه به اون ولت فرصت میده که هر رتبه‌ای که هستش برای تمدید باید هزینه رتبه‌های قبلش رو پرداخت کنه. مثلا یک ولتی 4 ستاره هستش، رتبه 4 ستاره داره. هزینه رتبه‌های قبلش میشه یک 160، یک 40 و یک 10 که جمعاً میشه $210. باید $210 به علاوه 5% پرداخت کنه و 1 ماه فرصت داره که مجدداً برای 1 سال دیگه این رتبه 4 ستاره‌ش رو حفظ کنه. اگر ولتی 3 ستاره بود، رتبه های قبلش یه 40 داره، یه 10، $50 هزینه اشتراک سالانش میشه. $50 پرداخت میکنه به علاوه 5%. اگر 2 ستاره بود، هزینه رتبه های قبلش فقط یک 10، $10 رو نیم پرداخت میکنه واسه 1 سال دیگه. اگر رتبه 1 ستاره بود چی؟ هزینه‌ای نداره رتبه قبلش، یعنی ولت های 1 ستاره اشتراک سالانشون بدون هزینه است. حالا اگر در این مدت 1 ماهی که به این ولت زمان داد و این ولت تمدید نکرد، چه اتفاقی میفته؟ 1 ماه تمام شد. رتبه این ولت در هر رتبه‌ای که باشه برمیگرده به رتبه 1 ستاره. با توجه به اینکه قبلا شرایط 4 ستاره شدن رو داشته که ارتقای رتبه داده، میتونه در همون لحظه، نهایتا شاید 20 دقیقه زمان ببره، فقط باید موجودی داشته باشه. رتبهش الان 1 ستاره است. با پرداخت $42 رتبهش میشه 2 ستاره. به محض اینکه رتبه شد 2 ستاره، دوباره با پرداخت $168 رتبه اون ولت دوباره میشه 3 ستاره. دوباره با پرداخت $735 دوباره رتبه اون ستاره، اون ولت متصل شده، دوباره میاد به 4 ستاره. یعنی اگر این 1 ماه رو از دست بده، باید هزینه اون رتبه‌ای رو هم که الان داره مجددا پرداخت کنه. پس باید تو این 1 ماه مشترکین دقت کنن که این زمان رو از دست ندن. توی سطر بعدیش مشخص کرده که این ولت در جامعه هواداران خودش چند تا ولت ثبت شده داره. تعداد رو مشخص میکنه. و در سطر آخر آدرس ولت معرفش رو نمایش داده. 5 تا کلمه، 5 تا حرف، 5 تا حرف اول و 5 تا حرف آخر. اما در اون پایین یک کادر دیگه‌ای وجود داره که تعداد ولت ها رو در سطح های مختلف تا 15 سطح نمایش داده. مثلا نمایش داده در سطح اول این ولت یک گزینه آپدیتی هم داره که مرتبا وقتی وارد میشین اون ولت متصل میشه، باید اون آپدیت رو بزنید، چون به صورت خودکار که انجام نمیشه. این دی اپ باید بره اطلاعات رو از کانترکت بخونه بیاد نمایش بده. کارش فقط همینه. در سطح اول نمایش داده
40 تا ولد، در سطح دوم مثلا 80 تا ولد، در سطح سوم 200 تا ولد، در سطح چهارم 2000 تا ولد، در سطح تا سطح 15 نمایش میده. کنار اون یک ستاره ای رو نمایش داده و یک. حالا اون یکه میشه روش کلیک کرد، 2 ستاره، 3 ستاره و 4 ستاره. یعنی هر کدوم رو به صورت جداگونه محاسبه میکنه. تفاوت سطح ها و نسل ها رو باید این شکلی به دست بیاریم. وقتی یک ستاره ها رو داره نمایش میده، ولد هایی که یک ستاره هستش تعدادشون رو در سطوح مختلف نمایش داده و میزان درآمد توی هر سطحی جداگونه و پایین یک محاسبه کلی انجام داده که این ولد متصل شده در جامعه هواداران خودش در قسمت یک ستاره ها که در جامعه هواداران اون ولدها به ثبت رسیده، این میزان درآمد دلاری داشته. فقط درآمد دلاری رو میتونیم اونجا محاسبه کنیم، چون بالا وقتی نوشته اینکام نمیشه مشخص کرد که درآمد دلاری به چه صورت بوده، چون توکن مرتبا در حال رشد دیگه، توکن اتر، و اونجا به صورت اتر نمایش داده که این تو کادر اول که این ولد چند واحد اتر درآمد داشته، توکن اتر درآمد داشته. وقتی روی اون یک کلیک میکنیم، حالا 2 ستاره ها رو که میزنیم آپدیت که کنید، اونجا مجددا میره از کانترکت اطلاعات رو میخونه و نمایش میده و اونجا هم دوباره مشخص کرده حالا این ولد هایی که ثبت شدن، خب هر ولدی که بخواد در جامعه هواداران اکوسیستم ابدیت عضویتش ثبت بشه، حتما باید دیگه در بدبینانه ترین حالت و حداقل حالت باید رتبهش 1 ستاره باشه دیگه. حالا اون ولدها یا ارتقا دادن، رتبه 2 ستاره یا 3 ستاره یا 4 ستاره، به ترتیب نمایش میده و در سطوح مختلف مشخص کرده که چه میزان این ولد متصل شده از این سطح درآمد داشته. و دوباره پایین یک محاسبه کلی انجام داده. در قسمت 1 ستاره مثلا این ولد $20 درآمد داشته، در قسمت 2 ستاره $60 درآمد داشته، در قسمت 3 ستاره مثلا $16 درآمد داشته و اونجا اون فرد متوجه میشه که جمع درآمد دلاری این ولد چقدر بوده و آیا شرط رو داشته که بتونه ارتقای رتبه بده یا نه. اما تفاوت سطح، سطوح و نسل چیه؟ اول اینکه اینجا هیچ اجباری وجود نداره واسه ارتقای رتبه برای هیچ کس و هر فردی، هر ولدی خودش میتونه محاسبه کنه که از مزایای بعدی پروژه های اکوسیستم ابدیت میخواد بهره مند بشه، باید این رتبه رو داشته باشه. خب بازم مثل همون هزینه‌های اشتراک سالانه، بازم محاسبه میکنه فرد که من میخوام از این پروژه کسب منفعت داشته باشم نسبت به خدماتی که ازش میگیرم. و در این پروژه گفته شده که به عنوان مثال خدمات این پروژه فقط برای رتبه های 2 ستاره به بالاست. خدمات پروژه بعدی فقط برای رتبه 3 ستاره به بالاست. یا خدمات پروژه بعدی فقط برای 4 ستاره هاست. خب حتما منفعتی در نظر گرفته که هر فردی میتونه تشخیص بده که آیا باید ارتقای رتبه بده یا نه، آیا این هزینه‌ای که بابت ارتقای رتبه پرداخت میکنه به صرفه است یا خیر. بنابراین ممکنه در سطوح مختلف یک سری افراد، یک سری ولدها دوست نداشته باشن ارتقای رتبه بدن. اینجا کمپرس میکنه و تفاوت سطوح و نسل ها به این صورت مشخص میشه. مثلا من یک ولدی دارم در جامعه هواداران، عضویتش ثبت شده، الان رتبهش 4 ستاره است. در سطح اول همه دیگه 1 ستاره که ثبت زدن دیگه در جامعه هواداران. در سطح اول 40 تا دایرکت مستقیم داره، در سطح دوم مثلا 120 تا، در سطح سوم 200 تا، در سطح چهارم و به ترتیب رفته پایین. حالا تو قسمت 2 ستاره ها میرم. از این سطح اولی که 40 تا بوده، به عنوان مثال 30 تاشون 2 ستاره است. حالا اونجا مشخص میکنه که قسمت 2 ستاره ها سطح اول 30 تا، نسل اول 30 تا، نسل دوم و تا پایین. حالا این ولدها 5 سطح اول هیچ کدوم از این ولدها ارتقا نداده به رتبه 3 ستاره. وقتی وارد رتبه 3 ستاره که میشم،
سطح پنجمی 4 تا ولد اونجا بودن که ارتقای رتبه دادن، اونها نسل 1 میشن. دوباره سطح پنجم تا 10 دوباره هیچ کدوم از این ولدها ارتقا ندادن. سطح 10 دوباره 50 تا ولد ارتقا دادن. اینا در قسمت 3 ستاره ها وقتی میخواد محاسبه کنه، اون سطح 10 میشه نسل دوم. دوباره از سطح 10 تا 15 هیچ کس ارتقا نداده. سطح 15 200 تا ولد ارتقا دادن، میشه نسل سوم. فرض رو بر این بذاریم 50 سطح پایین تر هیچ ولدی ارتقا نداده، 15 تا هم بالا 65 تا. و در سطح 51 در سطح 66 که اینجوری حساب کنیم دوباره 1000 تا ولد ارتقای رتبه دادن به 3 ستاره، اونجا میشه نسل 4. خب آیا اگر از این نسل های پایین تر این ولد بهره مند شد، بعد دوباره سطوح بالاتر ارتقای رتبه دادن، آیا دیگه محاسبه نمیکنه؟ چرا دوباره محاسبه میکنه؟ فرض کنید در قسمت 3 ستاره ها 15 سطح اول من هیچ کدوم ارتقا ندادن و 15 سطح بعدی من ارتقا دادن، اونا شدن 15 نسل. از اونا درآمد داشتم و بعداً دوباره این 15 سطح اول من دوباره ارتقا دادن، دوباره از اونا هم درآمد دارن. کمپرس میشه، چون در لحظه تصفیه در لحظه است، هیچ چیزی ذخیره نمیمونه، هیچ شرط باینری و تعادل و بالانس و تراینری و اصلا نداره. من یک نفر معرفی کردم، اون یک نفر با 3 ولد اومده عضویتش رو طبق استراتژی به ثبت رسونده. همون یک نفر توسعه دهنده بسیار بسیار توانمندیه، مهارت داره توی این کار، ارتباطات بسیار گسترده‌ای در سطح جهان داره. همون یک نفر محاسبه میشه، اصلا شرط تعادل نداره. مشخص کرده که سطح اول، منظور از سطوح همون نسل ها هست، کمپرس میشه. اگر ولدهای بالاترش ارتقا نداده باشن کمپرس میشه و انگار این ولدها در اون رتبه وجود ندارن. خب حالا برای انتخاب هر تجارت و فعالیتی ما برمیگردیم به تجربیات گذشتمون، اتفاقاتی که ازش آسیب دیدیم، مواردی که توجه نکردیم و همه اینا برای هر کدوم از ماها وجود داشته. اولین پارامتر مهم برای انتخاب یک فعالیت امنیت. آیا اکوسیستم ابدیت امنیت داره؟ کامل توضیح داده شد. تا ابدیت این اکوسیستم امنیت داره. تا ابدیت هر کانترکتی، هر برنامه نویسی که در اون صورت گرفته تا ابدیت ادامه داره. قبلا هم توضیح دادیم که فقط برای اینکه متوجه بشیم، خیالمون راحت بشه که مشکلی نداره، فقط 2 تا موضوع رو باید مد نظر قرار بدیم. یکی اینکه کدها رو بخونیم، آیا خالقینش قبل از اینکه ران بشه، این کانترکت راه اندازی بشه، بر بستر اون بلاک چین بیاد بالا، آیا یک زیرکی ریزی به خرج دادن که یک امکان دسترسی برای خودشون بعدن گذاشته باشن؟ خب تو هیچ کدام از این کانترکت ها وجود ندارن و اینقدر سیستم پیچیده است، اینقدر زیباست که حد و حساب نداره. و کسی که اکوسیستم ابدیت رو درک کنه کاملا متوجه میشه که خالقینشون چه نگرشی دارن. اصلا نیازی به این کار ندارن. درآمدهای اونا هم محفوظه. تو هر پروژه یک درآمدی واسه خودشون دارن و کاملا هم مشخصه. کاملا هم در موردش توضیح دادن، بیان کردن. در پروژه ژنراتور 0.5% هر $1000 که معامله بشه $5 میره به ولت خالقین. و چندین کانترکت دیگه هم وجود داره که در پروژه بیمه در موردش صحبت میکنیم. کانترکت تحقیق و توسعه، کانترکت تولید NFT ها، کانترکت تولید اترنال، کانترکت و 9 تا کانترکت هست.
ببینید چه سیستم پیچیده ایه. و وقتی صحبت از این میشه که هر پروژهش یک واحد تحصیلی دانشگاهیه، کاملا واقعی گفتیم. حالا پروژه جامعه هواداران کاملا شفافه. تمام پرداختی ها، کانترکت جامعه هواداران فرق میکنه. کانترکت جامعه هواداران ابتداش با 0x شروع شده، با 7D تمام شده. یعنی اونم برنامه نویسی خودش رو داره. دوباره تو اون کانترکت هم باید به این اطمینان میرسیدیم که آیا خالقین دوباره میتونن دست ببرن داخلش، امکان ویرایش، ادیت، برگشت برای خودشون گذاشتن؟ خیر. حالا پرداختیه از کجا صورت میگیره؟ وقتی یک مبلغی رو پرداخت میکنیم USDT برای ارتقاء، ثبت، تمدید، هر چیزی، کی از ما میگیرتش؟ خود کانترکت 7D جامعه هواداران از ما میگیره و وقتی هم داره پرداخت میکنه خود کانترکت 7D پرداخت میکنه. ضمن اینکه کانترکت جامعه هواداران اصلا چیزی رو ذخیره نمیکنه، فقط موجودیش همون صندوق های بازنشستگیه که هنوز ولتی توی صندوق بازنشستگی 3 ستاره و 4 ستاره ها نرفته. توی هر صندوق هم الان 752 واحد اتر وجود داره که به ارزش فعلی نرخ اتر حدودا میشه $1400 و هر ولتی زودتر رفت بازنشسته شد، این 752 واحد اتر رو خالی میکنه. به محض اینکه کلیک کنه بررسی بشه، کانترکت بررسیش کنه، چکش کنه، ببینه شرایط رو داره، کل موجودی رو به اون ولت واریز میکنه. یعنی تنها موجودی کانترکت جامعه هواداران همین موجودی صندوق های بازنشستگیه و پرداخت کننده و دریافت کننده هم کانترکت فن کامیونیتی هستش که هر کدوم از این کانترکت ها رو اون دوستانی که واقفن به این موضوع میتونن واچ ولتشو روی دستگاه هاشون بالا بیارن و کاملا ورودی خروجی های کل کانترکت رو ببینن در تمام دنیا. ولی واچ ولت دیگه فقط قابلیت نمایش داره. شرایط ثبت زدن، ارتقا، تمدید، تقسیمات، درصدها، جدولش کاملا هستش در کانال فرصت‌های بلاکچین به صورت عمودی و به صورت افقی. خود خالقین طراحی کردن و ارسال شده، اونجا هم کاملا نمایش داده شده. صندوق‌های بازنشستگی و وضعیت هر ولت متصل شده رو هم کاملا توضیح دادیم. اما کنار اون گزینه اینفو یه گزینه ژنیالوژی هم وجود داره توی استاتوس. وقتی روی ژنیالوژی که کلیک میکنیم هر ولتی رو سطح یکش رو نشون میده. یک آدمکیه و یک کادری جلوشه، اون ولت متصل شده به رنگ زرد اون آدمکه، سطح اولش به رنگ آبی و حالا روی هر کدوم از این آدمک های آبی کلیک کنیم سطح اول اون رو نمایش میده و به ترتیب سطح اول، سطح اول، سطح اول تا پایین. دیگه اینجا نسل ها رو نشون نمیده، دیگه سطح ها رو کامل نشون میده و هر آدمکی یک مربع، کادر مربع شکلی روبروی اون قرار داره که اولا رتبهشو نوشته، 2 ستاره است، 3 ستاره است، 1 ستاره است و توی اون کادر میزان درآمدش و تعداد دایرکت هاشو و آدرس کیف پول، 5 کلمه، 5 حرف اول و 5 حرف آخر. حالا روی هر آدمکی که کلیک کنیم سطح اول اون رو نشون میده. این آدمکی میاد بالا، رنگش سفید میشه دوباره تا ادامه برای مدیریت کردن. اصطلاحاً درختواره و همه با واژه ژنیالوژی دیگه آشنا هستیم. گزینه استاتوس هم به طور کامل همینه. ریپورت هم وقتی کلیک میکنی خواندنی های کانترکت رو به ما نمایش میده. آدرس کانترکت که روی سطر اولشه، اون کانترکت رو دوباره میتونیم کپی کنیم و وارد بلاکچین پالیگان بشیم، پیست کنیم، جستجو کنیم، قرارداد، کدهاشو کاملا ببینیم، بخونیم که
کسی که مسلطه به زبان سالیدیتی، و اون قسمت رید و رایت رو دوباره اونا رو هم ببینیم، گزینه‌هاش هم کاملا هستن. و این کل کانترکت جامعه هوادارانه. حالا ما برای اینکه تصمیم بگیریم یک تجارتی رو انتخاب کنیم، یک کاری رو می‌خوایم انتخاب کنیم، در اون شروع کنیم فعالیت کردن، خجالت هم نکشیم وقتی یکی از ما سوال میپرسه که در چه زمینه‌ای فعال هستی، دیگه سرمون نندازیم پایین، وارد یک سیستمی شدیم، یه فلان قد گذاشتیم ما اینقدر بهمون سود میده، دیگه خودمون با این سیستم ها کاملا آشناییم و الا ماشاءالله هر روز به یه شکلی ظاهر میشن. و اگر کسی اکوسیستم ابدیت رو درک کنه، محال ممکنه ببینید با اطمینان در موردش صحبت میکنیم، محال ممکنه سیستمای این شکلی بتونن فریبش بدن و بتونن طمعی براش ایجاد کنن، چون یک معیار سنجش و معیار مقایسه الان خودش در اختیار داره و تسلط داره روی اون و میدونه چجوری بررسی کنه. حالا در وهله اول با توجه به تمام زخم‌ها و آسیب‌هایی که دیدیم در گذشته، حالا یا خودمون یا اطرافیانمون به اشکال مختلف، در وهله اول چی برای ما باید مهم باشه؟ امنیت. اکوسیستم ابدیت 100% امنیت داره و اگر کسی غیر از این رو میگه اشکال نداره، کانترکت ها همه موجوده، کدهاشو کاملا میتونه بخونه. اون خطی که میگه خالقین برای خودشون دسترسی گذاشتن که برگردن، اون خط رو بگه، فقط بگه خط مثلا 876 اینجا خالقین این کارو کردن. در کانترکت جامعه هواداران خالقین درآمد دارن، بازم بالاخره این ساختار، این فعالیت توسعه دهندگی از یک جای شروع شده دیگه. خب فرض کنید من اولین ولتیم که عضویتمو در جامعه هواداران به ثبت رسوندم. خب این 15 نسل کجا میره بابت ثبت و ارتقا و تمدید؟ من که آپلاینی ندارم، من که معرفی ندارم، این درآمد خالقینه. حالا من یه دایرکت دارم، 50 تا دایرکت دارم، 200 تا دایرکت دارم، 10% رو پرداخت کرد، 5% هم به خود ولت ها اتر داد، 5% هم توکن سوزی کرد، 10% هم وارد صندوق های بازنشستگی کرد. خب 70% دیگه کجا میره؟ این 70% دوباره میره توی ولت خالقین. یعنی تا زمانی که از 15 نسل پایین‌تر نره، خالقین دوباره در پروژه جامعه هواداران منفعت دارن و کاملا هم مشخصه، هیچ چیزی هم برای کتمان کردن وجود نداره. دومین قسمت، همه کانترکت ها این شکلی هستند، همه کانترکت ها، ولی توی این دوتا کانترکت خالقین درآمد دارن، توی کانترکت های دیگه نه. توی کانترکت های دیگه مشخص کردن یک سری کسوراتی وجود داره، این کسورات برای تحقیق و توسعه و خود کانترکت ها نامگذاری شده و مشخصن که آنچنان هم نیستن. عمده درآمد خالقین در پروژه ژنراتور، یعنی 90% درآمدشون در پروژه ژنراتور و در پروژه جامعه هوادارانه. حتی خودشون هم بازنشسته نکردن، چون بالاخره از ابتدا ما دیدیم دیگه، کاملا کانترکت شفاف بود، همه اطلاعات رو میرفتیم میخوندیم، اون موقع هم اینقدر زیاد نبود که پیچیده باشه، چه ژنراتور چه جامعه هواداران. حتی در پروژه پیش بینی هم خود خالقین ساویور نشدن، با اینکه اون موقع براشون خیلی راحت بود. در پروژه پیش بینی توضیح خواهم داد. یعنی حتی از پلن هم، از برنامه ها، از پروژه ها هم سوء استفاده نکردن
و کاملا مشخصه چه نگرشی دارن. اینا تمام فعالیتشون، تمام اون قدرت نماییشون بعد از آخرین پروژه فاز اوله که بلاک چینشون رو ران میکنن. تو دنیا مگه چند تا بلاک چین داریم؟ وقتی صندوق های مالی در جهان متوجه بشن بلاک چین ابدیت اومده، همه کنجکاو میشن. خیلی ها به این سمت سرازیر میشن و وقتی میگیم نقشه گنجه، واقعا نقشه گنجه. وقتی میگیم معجزه است، به صورت اتفاقی تو مسیر ما قرار گرفته و یک پیامی رو یک جایی دیدیم. یکی از دوستان و یه دفعه اومد مشورت کرد همچین چیزی من یک جایی دیدم. حالا در موردش بررسی کنیم. و خوبیش این بود که ما تجربه یک کانترکت هم داشتیم، اونجا آسیب دیدیم. اولین تجربهمون بود دیگه. اسپیتی اولین تجربهمون بود، نمیدونستیم. به یک دوستی اعتماد کردیم و ایشون هم با کتمان حقایق بالاخره یه سری موضوعات رو نمیگفت، ما هم اطلاعی نداشتیم و هرچی میگفت باور میکردیم و این کانترکت مرتبا عوض میشد. اینجا باگ در اومد، اونجا باید برید تایید کنید، دوباره اطلاعات از این کانترکت بره رو اون کانترکت و بعد یه جایی یکم مطالعه کردیم، متوجه شدیم که اصلا داستانه چیه. و اصلا قرار نیست این توکن لیست بشه، چون یه توکن من درآوردی واسه فریب دادن من و امثال من. این اول بابت هر $100 که پرداخت میکردیم، حالا دوستان میدونن دیگه، یه عده‌ای کانترکت اولین کانترکته، $100 که پرداخت میکردیم 1,000,000 واحد SBT به ما میداد که بعدا قرار بود لیست بشه. بعد دوباره هزینه کارمزدهاش رفت بالا، یعنی $100 پرداخت میکردیم واسه پلن و به امید اینکه این 1,000,000 واحد SBT یه روزی لیست میشه. اون موقع هم نمیدونستیم ارزش برابری چیه، لیست شدنه چه شکلیه و 1,000,000 واحد SBT داریم. فکر میکردیم مثلا 1,000,000 واحد بیت کوین داریم. $100 پرداخت میشد واسه این. البته اون $100 هم حالا تو پلن تقسیم میشد تو کانترکت اول. بعد 1,000,000 واحد هم SBT داشتیم که بعدا قراره تو کره زحل اونجا بریم باش نون بخریم یا خاروبار بگیریم، ملزومات زندگی، یخچال، تلویزیون، اینا. بعد یه دفعه اوایل مثلا کارمزد و فی شبکه تقریبا حالا $0.5 بود. بعد به تدریج یه دفعه شد $10، $100. اصلش بود $10 کارمزد شبکه بایننس. و چون اسمش اسمارت بایننس توکن بود، SBT دیگه مخففش. بعدها شد اسمارت بایننس پرو. بعدها دیگه نمیدونم چی شد. و ما همش خودمون رو گول میزدیم، چون اینو به ما انتقال داده بودن دیگه، احتمالاً مال بایننس، بعدها این توکن SBT میترکونه. بعد کانترکت عوض شد. کانترکت ها همین ساختار، برید رو کانترکت بعدی اپروو بزنید. چرا؟ چون که کانترکت اول نه میرن داخل کانترکت، اصلا دی اپی وجود نداشته، بعد میرفتیم وارد بلاک چین بایننس میشدیم و اونجا خیلی پیچیده بود اصلا. بعد کانترکت اول چون خیلی ها اونجا نظاره‌گرن و میرن فقط کنجکاون ببینن چه جوری شده، چی شده، چه رشدی کرده نکرده و از این صحبت ها، این سیستم این کارمزدها رو روی ثبت ها داره محاسبه میکنه. به همین دلیل یک کانترکت دیگه اومده که این باگ رو کلا جمع میکنه، یعنی از روی هر $100 5% حالا یه درصدی رو بر میداره برای اینا. و ما هم میگفتیم حتما درسته دیگه، اصلا نمیدونستیم کانترکت چیه. موضوع مال 3 سال پیش، 2 سال و نیم پیش. تعداد محدودی از دوستان رفتیم ببینیم حالا چیه، تاتی میکردیم ببینیم به کجا میرسیم، آیا درسته یا نه، آیا. و خدا رو شکر اون مسیر رو رفتیم که اینو پیدا کردیم. یعنی همون دوستانی که توی اون کانترکت دیگه فهمیدیم کانترکت چیه، اسمارت کانترکت چیه، اینا. بعد وقتی یک خبری اومد در رابطه با اترنیتی، کنجکاومون کرد و همین کنجکاوی ما رو به اینجا رسوند.
بعضی موقع ها یک مسیری رو باید برید، یک هزینه رو باید بدیم، یک زمانی رو باید صرف کنیم و این اجتناب ناپذیره تا یک راهی در اون مسیر به وجود بیاد. دیدید یه عده‌ای تو خونه نشستن و همش منتظرن که کار، فرصت، رزق، روزی اینا بیاد دم خونشون رو بزنه. گاهی اوقات خیلی سالا پیش مثلا توی همچین شرایطی که ما قرار میگرفتیم از خونه میزدیم بیرون، میرفتیم جایی اصلا رایگان شروع میکنیم فعالیت کردن. بعضی از دوستان از من میپرسیدن که چرا رایگان میری اینجا؟ گفتم همین رایگانه یک راهی درش در میاد، ولی اگر داخل خونه بشینم هیچ اتفاقی نمیافته، اگر تکونی نخورم هیچ اتفاقی نمیافته. و واقعا همین اتفاق افتاد. 2 ماه رایگان یه جایی فعالیت میکردم، بعد یه دفعه با یکی آشنا شدم، همون یه نفر یک شرایطی رو برای من فراهم کرد بیا همچین کاری انجام بده. 1 بار انجام دادم و اون آدم خیلی آدم خوبی بود، در دوران تحصیلم بود، بسیار بسیار آدم بسیار پولدار، ثروتمند و چشم و دل سیر. 1 بار یک بازاری رو بهش معرفی کردم و ایشون وارد کننده یک محصولی بود از یونان و شرکت‌های مختلفی داشت، کارخونه تولید آب میوه داشت و تولید آرد، کارخونه آرد داشتن خانوادگی. 1 بار یک بازاری رو بهش معرفی کردم، فقط همین 1 بار، تا 3 سال و اندی تماس می گرفت، اینقدر اون جایی که شما معرفی کردید اینقدر از من محصول گرفت و برید از حساب دارم چکتونه بگیرید. ولی اگر تو خونه می نشستم هرگز با این شخص آشنا نمی شدم و غیر از این با یک شخص دیگه آشنا شدم. ایشون هم تو زمینه ساخت و ساز فعالیت می کردن در دوران تحصیلا. دیگه اونایی که رفتن میدونن زمانی که در دوران تحصیل هستید شما اختیار خودتون رو ندارید و حتما یک کار پاره وقت داشته باشید. خب حالا این مسیر دیگه ما با این رفتارها، با این عملکردها آشنا بودیم، برامون عجیب و غریب نبود و باید اون مسیر رو میرفتیم توی اون اسمارت کانترکت تا تفاوت‌ها رو متوجه بشیم و از اون مسیر یک مسیر دیگه‌ای در اومد. حالا یک زمانی گذاشتیم، یک هزینه رو متحمل شدیم، اشکال نداره، ولی خدای محمد کنه که همه انسان‌ها وقتی در یک مسیری قرار میگیرن بتونن سریعتر اون مسیر اصلیه رو پیدا کنن که هم هزینهشون کمتر میشه هم زمان کمتری صرف میکنن. قرار نیست که مرتباً بابت یک موضوع آسیب ببینیم. هر موضوعی رو که ناشناخته است واسه ماها 1 بار که آسیب ببینیم میشه تجربه. دیگه تجربه رو تجربه کردن خطاست و بعد دوباره در اون ما جابجایی توی کانترکت بعدی، دوباره اون کانترکته یک اتفاقی افتاد، دوباره کانترکت بعدی برید اپروف بزنید حالا روی کانترکت بعدی. حالا دیگه اون 1 میلیون واحد SBT کلا رفت، حالا تو کانترکت جدیده 100 واحد SBT. ما حالا یه سری ولد هستن که 1 میلیون واحد SBT داریم و یک سری ولد که 100 واحد SBT داریم. الان 2 سال و نیم قرار لیست بشه، 3 سال قرار لیست بشه و اصلا نمیدونستیم لیست شدن یعنی چی، ارزش برابری یعنی چی. وقتی سوال میپرسیدیم که وقتی لیست بشه با چه قیمتی، به ما میگفتن که حالا مشخص نیست، بعدها باید با توجه به زمان. حالا یه سری حرفا این شکلی ما مطالعه نکرده بودیم دیگه، هرچی بهمون میگفتن میگفتیم درسته. خب به نظر شما اونا مقصر بودن یا ما مقصر بودیم؟ ما مقصر بودیم. این همه اطلاعات، این همه زمینه کسب دانش، این هر عبارتی رو ما جستجو کنیم توی گوگل الا ماشاءالله مقاله و مطلب به ما میده. خب مقصر ما بودیم. ولی اگر اون مسیر نمی رفتیم هرگز به این مسیر نمی رسیدیم. خب در مورد جامعه هواداران هم به طور کامل توضیح داده شد و تفاوت‌ها رو بدونیم که بتونیم تشخیص بدیم. فردا اسمارت کانترکت های دیگه‌ای هم ممکنه به من و شما معرفی بشه و دوباره یه سری ادعاهایی از اونا سر بزنه.
و چجوری باید متوجه بشیم، چجوری باید تفکیک کنیم، چجوری باید وقتی به یک درست رسیدیم، به یک موضوع واقعی، یک راه صحیح و سالم و با صداقت، چجوری ها را انتقال بدیم، چجوری دیگران رو هم هوشیار کنیم. دوستان اگر یاد نگیریم مطمئناً در ادامه بالاخره وادار میشیم به انجام یک کاری و اگر آگاهی نداشته باشیم انتخاب اشتباه ما، تشخیص اشتباه ما، مطمئن باشیم که اگر تشخیص اشتباه دادیم، بعد اشتباه فکر میکنیم، اشتباه تصمیم میگیریم، اشتباه عمل میکنیم، اشتباه اقدام میکنیم، بعد انتظار نتیجه درست داریم و اگر نتیجه درست به دست نیومد دیگران مقصرن، گلایه ما هم که از خدا بی نهایته، در صورتی که مقصر ما بودیم. و چون این اتفاق برای خودم بالاخره چند مرتبه تو اوضاع مختلف افتاد، اصلا دوست ندارم دیگران آسیب ببینن یا کسی از کم اطلاعاتی ما یا بی اطلاعاتی ما نسبت به یک موضوع فضا براش فراهم باشه و سوء استفاده کنه، ولو اینکه هیچ کاری نتونیم انجام بدیم، ولو اینکه حالا اصطلاحاً از گشنگی بمیریم. بالاخره هر کسی یک باوری داره، هر کسی یک اعتقادی داره. بعضی ها در شرایط سخت باورهاشون، اصولشون میشکنه و مهم اینه که آستانه تحمل هر کسی نسبت به باورهاش و اعتقادش و ذاتش و وجودش در شرایط سخت چجوریه. آیا شرایط سخت اونو وادار میکنه به انجام یک کار نادرست که زندگی دیگران رو بهش آسیب بزنه، زمان دیگران رو بکشه که خودش از اون شرایط خارج بشه؟ پس هر کسی یک باورایی واسه خودش داره. اما آنچه که برای من شخصا افتاد همه رو تعریف میکنم، با صداقت هم تعریف میکنم و هر آنچه که یاد گرفتم با صداقت انتقال میدم و حتی اگر هیچ کسی هم حرفای منو نپذیره، حداقل من میتونم یک زندگی رو نجات بدم، از آسیب دیدن یک نفر جلوگیری کنم. منظورم از نجات دادن نه اینکه الزاماً وارد اکوسیستم ابدیت بشه، بعد اینجا رشد کنه و پول در بیاره بعد نجات پیدا کنه، نه، همین که آسیب نبینه، زمانش از بین نره، این خودش نجات دادنه. ای کاش دیگران هم برای ما این کار رو انجام میدادن. به هر حال هر کسی رویایی داره، هدفی داره، آرزویی داره و برای خودش ارزشمنده. گاهی اوقات این آرزوها و این اهداف شخصی هن، منافع شخصیه، گاهی اوقات یک گسترش یک سفره ایه و انشاءالله که در این مسیر موفق خواهیم شد. توی قسمت بعدی هرچی از پروژه جامعه هواداران جا مونده بود در موردش صحبت میکنیم و بعد میریم وارد پروژه پیش بینی میشیم. ببخشید فراموش کردم، در مورد امنیت صحبت کردیم. دومین پارامتری که باید برای انتخاب ما خیلی خیلی مهم باشه طول عمره. چقدر عمر میکنه که قرار نباشه هر یکی 2 سال ما از این شاخه به اون شاخه بپریم، تغییر شغل، تغییر صنف. میدونید چقدر سخت تغییر کردن؟ تغییر شغل، تغییر صنف، تغییر کسب و کار، تغییر مغازه، تغییر، میدونید هر چیزی که حالا اونایی که تو کار محصولی هستن، عرضه محصول هستن، چقدر ضرر و زیان. یک یخچالی واسه یه مغازه میگیرن 1,000,000 تومان، بعد که اون کسب و کارشون رونق نداره میخوان بفروشنش 100,000 تومان. پس این تغییرها خیلی سخته، اصلا انرژی انسان رو از بین میبره، زمانتو میکشه. مگه چقدر عمر میکنیم که بخوایم تغییرش بدیم، کارمونو، شغلمونو، حرفمونو، منبع درآمدمونو، مسیرمونو.
پس طول عمرش چقدر؟ اینم باید خیلی مهم باشه. آیا 2 ساله؟ من با یه تعدادی صحبت میکردم، میگفت حالا این 1 سال جواب بده. شما 1 سال جواب بده، این 1 سال هم چقدر در میاری؟ 100 میلیون چقدر؟ 200 میلیون، 1 میلیارد. به چه قیمتی؟ به قیمت از بین بردن زندگی دیگران واسه 1 میلیارد. زمان دیگران رو بکشی به خاطر اینکه 1 سال جواب بده یا 2 سال جواب بده. واقعا متاسفم. پس طول عمر خیلی مهمه. حالا دوستانی که وارد اکوسیستم ابدیت میشن در گروه حرفه‌ای ها، با همون حداقل $10 مطمئن باشید بیشتر از $10 به شما آموزش رایگان خواهم داد، به شما تجربه خواهم داد. خب این قسمت بعدی طول عمر و سومین مورد مهم، تخمین درآمدی. من به چه درآمدی میرسم؟ خیلی خلاصه‌وار میگم چون این محاسباتش به طور کامل انجام شده و شما هم میتونید محاسبه کنید. اگر با این استراتژی که تعریف شده و مرتباً هم عنوان میکنم که به نفع خود شماست، باور کنید این استراتژی سولت به نفع خود شماست. تا اینجای پروژه بیمه، اینکه پروژه دیفای را افتاد، بعد پروژه صندوق امانات، بعد پروژه پرداخت امن، بعد پروژه بستر و مکان اتر، بعد بلاک چین، نمیدونم، ولی تا اینجاش استراتژی سولت به نفع خود فرده. با این استراتژی سولت خب 15 نسل گفتیم دیگه، یعنی اگر خالی هم بره بالاخره این نسل ها پر محسوب میشه، یعنی کمپرس میشن. پس این مطلبی که به صورت تئوری در موردش، این تخمین درآمدی به صورت تئوری در موردش صحبت میکنیم، به صورت عملی هم واقعیه، فقط زمانش ممکنه بالا پایین بشه. هر فردی با استراتژی سولت، ولت اول میشه معرف ولت 2 اون شخص و معرف ولت 3 اون شخص، یعنی مثل حالت مثلث. ولت 2 شما معرف 2 شخص دیگه با همین استراتژی، ولت 3 شما هم معرف 2 شخص دیگه با همین استراتژی. یعنی کلن این همه خدمات و پروژه و امکانات و که همش سودآوره، اصلا ضرری وجود ندارد، اصلا اجباری به ارتقا نیست. هر موقع احساس کردید که منافعی بیشتر از هزینه ارتقا یا تمدید به دست میارید، بعداً اون هزینه رو پرداخت کنید. با 4 تا دایرکت، هم با رتبه 1 ستاره تا 15 سطح، که اگر بخوایم نفری حسابش کنیم میشه 7 لول، چون 7 تا 2 تا میره پایین دیگه، میشه 14 تا. هم 1 ستاره، همه ولت ها هم عضویتشون 1 ستاره به ثبت رسیده باشه. درآمد سولت شما $123,000. حالا این 7 لول 7 ماه طول میکشه، 14 ماه طول میکشه، 21 ماه طول میکشه، هر چقدر، با همین 4 تا دایرکت. هم تک ستاره، درآمد سولت شما $123,000 اتره که اگر نگهش داشتید دوباره داره رشد میکنه. حالا اگر همه این ولت ها ارتقای رتبه دادن شدن 2 ستاره، درآمد سولت شما $600,000، یعنی $585,000. اونم اتر، نگهش دارید رشد میکنه. یعنی همون $123,000 شده $585,000، نه $585,000 به علاوه $123,000. خب تا اینجا $600,000 گفتیم کمپرس میشه دیگه. یعنی اگر 10 سطح شما ارتقای رتبه ندن، سطح 15 شما ارتقای رتبه بده، میشه نسل اول شما. و تا 15 نسل ارتقای رتبه بدن ولت ها برای کسب بهره و منفعت در پروژه ها، نه به خاطر من و شما. و خودشون تشخیص میدن، نگران نباشید. درآمد سولت شما با 4 تا دایرکت غیر از اون $600,000، اون $585,000، $2,000,000. تا اینجا شد $2,600,000 به صورت اتر. نگه دارید بیشتر میشه.
حالا اون ولدها ارتقاء رتبه میدن، میشن 4 ستاره، بازم کمپرس میشه دیگه، حتما هست، حتما این اتفاق میفته. اونا خودشون تشخیص میدن باید ارتقاء رتبه بدن، چون در پروژه های بعدی منافع بسیار زیادی به دست میارن. درآمد سه شما 8,400,000 دلاره، با 2,600,000 دلار قبلش، فقط با 4 تا دایرکت، بدون تمدیدها، بدون صندوق های بازنشستگی، بدون پروژه های بعدی، بدون صندوق های بازنشستگی پروژه های بعدی که وقتی بهتون بگم شگفت زده میشید. فقط با 4 تا دایرکت درآمد سه شما 11,000,000 دلار شد. اینم تخمین درآمدیش. حالا یه نفر 1,000 دلار ازش در میاره، یک نفرم 11,000,000 دلار. دوباره سالانه تمدید میکنن این ولدها و اگر هزینه رتبه های قبلیشون رو بدن، اون 8,400,000 دلار رو کم کنیم، سالی 2,600,000 دلار به سه شما درآمد میرسونن. یعنی اگر شما این کار رو انجام دادید، این توسعه، این گسترش ابدیت بدون ما یا با ما اتفاق خواهد افتاد. شکی در این نیست، شکی در این نیست. فقط آیا ما ازش استفاده میکنیم؟ آیا ما در این سرزمین نقشی در توسعه این در سراسر جهان داریم یا میخوایم فقط نگاش کنیم؟ این دیگه بستگی به خودمون داره. پس پتانسیل اینو داره با 4 تا دایرکت که با $10، 3 تا $10، استراتژی 3 تا $10 عضویتشون رو به ثبت برسونن. به هیچ کس هم آسیب وارد نمیشه. اگر دوست داشتن، اگر احساس کردن که به نفعشون ارتقاء رتبه بدن، اون موقع ارتقاء رتبه بدن. اگر دیدن در پروژه های بعدی منافعی براشون وجود داره که این ولدها رو ارتقاء رتبه بدن، بعداً ارتقاء رتبه بدن. یعنی خودش متوجه میشه دیگه، من میخوام توی این پروژه بعدی 2,000 دلار در میارم ولی برای 2 ستاره هاست، خب من بذار 2 ستارهش کنم ولدهامو. پروژه بعدی من دارم یک NFT میگیرم که اولین NFT جهانه که در ذات خودش سهام محسوب میشه و تا قیامت من سهام دارم. آیا ارزش داره من رتبه‌مو به 3 ستاره برسونم؟ خودش متوجه میشه ارزش داره. حالا 11,000,000 دلار با 4 تا دایرکت اتر نگه دارید رشد میکنه. بعداً بهتون یاد میدم که چه کار کنید که این خودش چندین برابر بشه. فقط اول هر کاری سخته، بالاخره شروع هر کاری سخته، ولی دست به دست هم دیگه میدیم و شرایط برای همه یکسانه. فقط اگر کسی واقعا صحبت میکنه، توضیح میده. من آدمای زیادی در زندگیم بودن که همش میگفتن نه 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 نه، همه برای نه گفتن استادن. یه روز یه بزرگتری من داشتم در فامیل، هر کاری میخواستم انجام بدم هی بهم میگفت نه، هی بهم میگفت نه، چند سال به من میگفت نه. حالا ما دایی خطابش میکردیم، دایی من میخوام این کار انجام بدم، نه دایی به درد نمیخوره. دایی میخوام اون کار انجام بدم، نه دایی به درد نمیخوره. هر کاری تا چند سال. خلاص من یه کاری رو انجام دادم، بالاخره تو اون کارم موفق شدم، ولی یک اتفاقی افتاد در سن 21-22 سالگی. این تجربه شخصیمه. بعد خلاصه یه روز غمگین بودم، ناراحت بودم، داشتم فکر میکردم به اون شرایطی که ناخواسته در اون قرار گرفته بودم. یه اومد گفت دایی چته؟ گفتم حقیقت همچین مشکلی واسم به وجود اومده. گفت دایی من بهت گفتم نه. یادت 3 سال پیش 2 سال پیش اینا، این موضوع مال 20 و اندی سال پیشه. گفتم دایی یه چیزی بهت بگم. آره. گفتم واسه نگفتن اوستایی ها. آیا خب اگه من میخواستم بهت گوش کنم و هر چیزی که میگی نه من بشینم گوشه خونه کس کنم، خب منزوی میشدم از اینای پزشکی که بیشتر بود.
آیا یه راهی نشون من دادی توی این چند سال؟ آقای ادعایی هی ادعات میشه هی میگی نه. خوب شد به نهاد گوش نکردم، خوب شد یه قدمی برداشتم. پس بنابراین نه گفتن خوبه، همه بلدن. اما ممکنه فرصت‌های زیادی از زندگی من و شما بدزدن. ناخواسته هم این کارو میکنن ها. بعد چون آدما دوست دارن جلب توجه کنن، دوست دارن توی جمع بگن ما هم هستیم، دوست دارن تایید بشن. این خصوصیت همه آدماست. من و شما باید فکر کنیم. فکر کنید لطفاً، به همه چیز فکر کنیم. ما قبلا به خاطر کم اطلاعاتی و بی اطلاعاتی و کم فکر کردن و کم تلاش کردن و کم جویا شدن و تشخیص اشتباه دادن الا ماشاءالله آسیب دیدیم. دیگه نکنیم. دیگه روشمون رو تغییر بدیم. من این حرفا رو که میزنم نمیخوام اصرار کنم بگم حتما بیاین تو ابدیت ها. صلاح خویش خسروان دانند. دوست داشتید قدمتون رو جفت چشام با کمال میل و با افتخار هر آنچه را که بلدم آموزش میدم. بیشتر از اون $10 که پرداخت میکنید. از اون $10 هم شاید 7 سنت به من برسه، 2 سنت به من برسه شاید. ولی یاد میگیرید. همونطوری که ما با پرداخت هزینه و عمری که متاسفانه سپری شد و هیچ کس نبود تو زندگی که وقتی من میگم نمیدونم از من سوء استفاده نکنه. به والله نبود. و آنچه که خودم نمیپسندم برای خودم، برای دیگران هم نمیپسندم. خب دوستان، این وایسه طولانی شد ولی امیدوارم که حداقل تونسته باشه برای یک شنونده مفید واقع بشه. در وایس های بعدی پروژه پیشبینی و پروژه بیمه و آنچه که تا الان در رابطه با پروژه خدمات مالی غیر متمرکز در اکوسیستم ابدیت میدونیم صحبت میکنیم. موفق و مؤید باشید تا وایس بعدی.